انکیدو گفت اما چی؟ مرد گفت راستش دلمون خونه. انکیدو گفت برای چی؟ برای اینکه اول از همه خواستگار همیشگی باید وارد هجلگاه معبد عشق بشه. بعد نوبت به داماد میرسه. انکیدو پرسید خواستگار همیشگی یعنی چی؟ مگه یک داماد بیشتر دارن؟ راستش اول باید شاه اروک یعنی جناب گیلگمش برسه خدمت عروس خانم. بعد که ایشون از حجله تشریف بردن بیرون نوبت به داماد میرسه. انکیدو گفت یعنی همه عروسیای شما اینجوریه؟ مرد گفت آخه میگن این نظر خدایانه. اونا ناف همه دخترها رو برای شاه بریدن. اول گیلگمش بعد داماد. روی حرف خدایانم که نمیشه حرف زد.